بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع درس امروز ما شما مینوی دیتا و کمند دیتا تیبل است. ما شما میتونیم که دیتا تیبل هدف ازش چیست؟ هدف ازش که رو و کالم با یکی دیگه ضرب بزنه. ما هرچی که رو داشته باشیم یا کالم داشته باشیم اینا باید ضرب یکی دیگه شود. خب اول به شکل یک ساده کارش میکنم. ببینید مثلا اگر ما نشته میکنیم 2 3 4 5 6 7 8 9 و به می شکل 2 3 8 و 9 ما دو دونه یک شما اینجا بین نشته کنین، یک دونه یک در قسمت، یک دونه یک در قسمت. میاین مساوی میزنین، میگیم که اینی یک یا رو یک چیز تصور کنین رو هاست، این مربوط روهایتان میشه، اینی یکی دیگه مربوط کالم ها میشه. این یک ضرب در یکی دیگه بخوره. یعنی هدف شما گرفتین که وقتی که ما میگیم این یک مربوط رو میشه یعنی اینی اعداد و یکی دیگه که مربوط اینی کالم ها میشه یعنی اینی اعداد که بالاست، اینا با یکی دیگه ضرب خورده برن و یک فرمولای ضرب ما شما باید داشته باشیم. یعنی اگر ما نمیتونیم 1 2 3 4 5 6 ایجاد نشته کنیم، 1 2 3 4 5 نشته کنیم بدون فرمول ما باید کار کنیم، یعنی یکم نشته نکنیم. چرا وقتی که ما علامت ضرب ایجاد داریم و از ضرب انتخابش میکنیم، یعنی دیتا آمده در قسمت دیتا تیبل آمده، میگیرین رو اینپوت سل اینی روی ما و کالمش هم مد نظر میگیرین، میگین این کالم ما شما اوکی زده بر ما ضرب میزنه 2 2 4 2 3 6 به مون رقم 2 6 12 یا مثلا 8 3 24 بر ما شما اونمو رو ضرب زد. این یک آیدیا رو بر ما شما میتونه داده. یعنی بعضی اوقات ممکنه اینمی رو ما شما جو ماشات برسانیم و در این رو اینجا فیصدی ها رو برسانیم که هر ماش چقدر فیصدی مثلا داشته باشه. خب بازی یک جدولک منظم میتونین شما با ترتیب تنظیم کنین. اما ایدیا رو من میخوام براتون بتونم در یک درس امروز شما برین بگوین که اینمی یک مثلا باشه یک نفر اگر 25,000 معاشش هست، 25,000 بدین در این قسمت هم چون ضرب زده بوده میشنه و اینجا میتونید در فرمولا عدد تقسیم و یارم ما شما درج کنیم. اما یک تکنیک براتون یاد میتونم بدون که قدر جنجال ببینین. شما اگر نشته میکنین یک بعد علامت فیصدی رو میدین، یعنی خود کامپیوتر فیصدی رو براتون میکشه دیگه. ما میگیم که 1% 25,000 چقدر میشه، بر ما شما میکشه دیگه 250 افغانی. پس اگر ما میگیم که چند فیصد، 5% این مالیه است، از 25,000 5% مالیه بگرده 1,250 افغانی میباشه. مثلا ما میگیم 2% مالیه میگرده 500 افغانی به شما میشه، یا 1% مالیش پس از عددی که گرفته هر عددی که ما شما بگیریم. پس این یک ایده بسیار خوبه من ما شما داد. اینا تقصیر از این نشین دیگه. این مثلا میتونین نامش بانین به نام، خب در قسمت بالا فکر کنم گذاری کنم بسیار خوبش میشه. نامش بانین مثلا سلری افراد و این قسمت هم دیسکاونت یا پرسنتیج شما میخوایم بکشیم پرسنتیج. این یک هایلایت پرتین دیزاین پرتین مقبولش بسازیم. بزرگ کارهای دیگه است که مثلا ما شما میتونیم انجام بدیم. حتی زیادتر عناوین ما با این شکل انتخابش میکنم، نوشتایش هم رنگ سفید باشه و این قسمت چون اینپوت ها و یاستک این به شکل اینپوت میگیرم که بینی رقم آدم بفهمه که اینپوت هست. خب پس معاش چقدر، فیصدی چقدر بر ما شما آمد. اینا شما بس دمی رقم شما برن درج کنین. مثلا معاش نفر هست در حدود 30,000 است، معاش 49,000 است، 13,000 هست، 12,000 اگر ما شما باشه، 15,000 معاشات باشه چقدر میشه؟ نفر 23,000 اگر معاش میگیره با مو شکل معاشات متفاوت. اگر 50,000 معاش میگیره، اگر نفر در حدود 17,000 معاش میگیره، پس کل معاشات کارمندان ما رو درج میکنیم، فیصدیش رو اینجا میکنیم که ما از قدر اینا در این قسمت چون کالم ها هست شما دوجی ایدیا رو گرفتین که باید فیصدی بیاید. پس ایده ما شما نمیتونیم 3 ضرب 2 میزنه 6 جبت کشید. چقدر خوبش میشه که اینا میره نشته کنیم که 2% انتر میزنیم با مو شکل نشته میکنین 3% شبه ما شما میکشه که 2% 600 3% میشه نه. با مو شکل اگر اردوی زیر ما شما انتخاب کنیم چون تکنیک های سابقه خواندیم که شما می رنج میتونین بالا ببرین 9% چند فیصد با ما شما آمده، یا میگین اگر جنس ما باشه 50% از چقدر به ما شما میشه. نفر میگه 30,000 ماش میگیره، این 50% برای دیسکانت بده، خب 15,000 تومن به ما شما میشه. اگر نفر 12,000 است
2% دیسکانتش چقدر، 3% دیسکانت چقدر، 4% دیسکانت، یعنی اتوماتیک دیسکانت ها بر ما شما پیدا میشه و میتونیم از عدد اصلی کم کنیم و هر چقدر که میمونه ما آیدیا را به خود داشته باشیم. این موضوع دیتا تیبل. خب در قسمت دیگه که اینی ریلیشنشیپ ها با ما شما کار میشن، این ریلیشنشیپ ها ما باید دو دیتا داشته باشیم، از جاهای مختلف ما شما دیتا را باید بیاریم، یعنی از اکسس یا بعضی منابع دیگه، دیتای دیگه تا این بر شما فعال شه. اصل ارتباطات ما انشالله در برنامه اکسس one to one, one to many, many to many ارتباطات وجود داره که ما میخوانیم، اما فقط ما میگیم که کدام فیلدش کدام فیلد دیگه این تیبلا با دیگه یک ارتباط دارن. پس به خاطر من میرم در برنامه اکسس یک تیبل است اوپن میکنین، وارد میکنین، در یک دفعه متوجه باشین این پرتون فعال نمیشه. تیبل انتخابش کنین، در قسمت کرسر بانین، وقتی کرسر ماندیم ما شما اوکی میزنیم، ببینین بر ما شما کل دیتای ما شما در قسمت قرار میگیره. پس دیتا بر ما اومد، اما مینوی دیتا هنوز ریلیشنشیپ ما غیر فعال است. خب دیتای متفاوت تری دیگر هم شما بگیرین، مشکل نیست که اقصد عناوین مختلف داشته باشه، موضوعات مختلف داشته باشه، ما میتونیم کارش کنیم. ببینیم اگر که من یک چند ثانیه استاپ کنم یا برم زود که با شما نه اگر بتونم کار کنم. دیتای را ببینیم در این قسمت بگویم از اکسل امپورت شوه، وارد این برنامه ما شوه، امپورت میزنیم در سر دسکتاپ تست تیبل خدا. خب اینمی از اکسل است، بله. نکس آیدیس نیم است یا بله نکس. خب choose my primary key، از خود ما primary key بده به نام index first یا به نام employee finish save imports. خب save imports اینجا یک تیبل ما شما داریم، اینجا است. ببینیم از اکسل آوردن در برنامه اکسس، طریقه آوردن دیتاست. خب اینان از اکسس ما میخوام ببرم در برنامه اکسل ما. اینمی تیبل چرا ما در برنامه اکسل انتقال داده میتونیم. مثلا در برنامه اکسل هستیم، حالا ما شما دیتا رو کلیک میکنیم، خب مینوی from access کلیک میکنین، اینجا برنامه امپلوی وجود داره، یک دیتا ازی اومده، یک دیتا ازی میخوام بیارم، اوپن هم میزنم، میگم دیتا رو میخوام از این قسمت کنم شما قرار بگیره. خب یک دقیقه میبخشید، امپلوی اوپن. خب دیتا لینک پروپرتیز from data documents employee، شما میخواین دیتای رو بیارین، دیگه کانکشن ها شما داریم، یوزر ادمین پاسورد ها بیای شما است. از اکسس دیتابیس چطوری قسمت دیتا لینک پروپرتیز دیتا گرفته شده، یوزر نیم ادمین پاسورد کنه سیف. خب یک مشکل با قسمت داکومنت های مشکل داره، یک نمیتونه درست وارد کنه، من نمیفهم که چی یک مشکل است. مثل که پیشرک ما شما دیتا را گرفتیم آوردیم، مکسس یک دفعه بسته کنم که تاثیر از این نباشه. دوباره ترای میکنیم امپلوی، این دفعه مشکل نیست، اما از باز شدن اکسس بود چون باز بدن. خب تیبل ما شما میاریم، ببینید تو تیبل ما شما متفاوت آمد. در مینوی دیتا اگر ما بریم ریلیشنشیپ هست، ما شما کلیک میکنیم نیو کلیک میکنین، شما میگین تیبل اولتون یا به نام کاردان کدام فیلدش، فیلد آیدیش امرای تیبل امپلوی در ارتباط است که کدام فیلدش، فیلد آیدیش. این دانا میگیرین اوکی میزنین، فقط هم یک کرکشن میکنیم که اکتیو است ارتباط. تیبل کاردان و تیبل امپلوی اینا با یکدیگر در حالت ارتباط هستند. پس حالت ارتباط چون ما شما میتونید نیست که در این تغییرات برید این موضوعات به اون موضوع اکسس دیتابیس است که ما شما میخوانیم، یعنی یک ارتباط نشان میده. خب این قسمت گروپینگ یا آسان است، فقط انتخابش میکنین، میایین در قسمت گروپ میگین چی رو گروپ کنن، روها را. به همین شکل تمامی روهای ما شما رو چیزی که انتخاب کرده بودیم گروپ میکنه. کالم خواسته باشین کالم بتونن به گروپ بسازین نشانه، سلکشن بگیرین و اگر ان گروپ میکنین نشانه تیبل من انتخابش میکنم، میگم ان گروپ چی رو بساز، روهای ما را. اگر